دو شرط دارد عملی صالح برای قبول شدنش. اگر این دو شرط که اجرا شد عمل انشاءالله قبول میشد. شرط اول اخلاص، یعنی خالص برای الله تعالی باشد. شرط دوم طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. اگر خالص باشد و موافق سنت نباشه، آدم الله ذکر کرده است ماشاءالله به خاطر الله، نه به خاطر یگون کس، هیچ کس بیخبر از عملش، لیکن با طریقه رسول الله ذکر ندارد. مثلا الحلیم 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 میگوید 1000 مراتبه. این طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم. الحلیم خالی معنا ندارد. الحلیم، الله حلیم است گویی دیگر معنا میتید، لیکن حلیم 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 گفته میسید معنا نمیتید. یا الله 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 میگوید به ذکر دیگر کلمه سبحان الله گوید معنا میتید. این است ذکری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الحمدلله گوید معنا میتید. لا اله الا الله گوید معنا میتید. لا حول ولا قوت الا بالله گوید معنا میتید. این طبق سنت است. لیکن الله 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 میگوید خب الله چیکار کرده است؟ الله رو شما تنقید دارید یا تعریف دارید؟ مثلا یا آدم گوییم که محمد عالم، گوییم محمد عالم است، گوییم تعریف کردیم. زید سارق، زید دزد است، گوییم مو تنقید کردیم. لیکن زید 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 گفته استیم یعنی چی؟ نه تعریف و نه تنقید، معنا ندارد. یعنی این بنده الله تعالی خالصا لله عبادت کرده است به علم، علم ندارد که همین عبادت طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست یا نیست. یک آدم طبق سنت عمل کرده است لیکن برای ریا، برای خودنمایی، برای اینکه مردم او را بینند و تعریف و ثنا گویند، این عمل شرک است، این قبول نیست. بنابراین برای شرط قبول اخلاص و پیروی از سنت صحیح جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است.